الله. میگه شما کشتزار مردان هستین، میگم الحمدلله. از اینکه من کشتزار یک مرد باشم افتخار میکنم، از اینکه کشتزار صدها تا مرد باشیم. ما شما حقوق ما را در یک مرد میابیم یا در هزاران مرد. وقتی که با این قسم که با مرد آدم بود ارزشش رفت و در جامعه هم خراب شد، در اخیر خودش مشکل در چار روانی میشه. فکر میکنه میگه خود چی شدم، من از بین رفتم، برای من دیگه چی ماند؟ در فکری ازی میره. وقتی که در فکری ازی رفت دیگه یه آدم خودش خسته میشه دیگه، یا دست به خودکشی میزنه که اینمی قسم هست. سالانه اکثر زنا در غرب خودکشی میکنه. چرا؟ روانشان خراب میشه. میگه ما از دست رفتیم، مرد بر ما ارزش نمیده، خانه ای نداریم، اولادی نداریم، فرزندی نداریم، دست به خودکشی میزنه. ما باید الحمدلله شکر بکشیم که اگر ما توسط نکاح اسلامی بر یک مرد داده میشیم، اونمو یک مرد با او اولاد است، با او خوشبختی است، با او زندگی است، با او دنیا به عزت و آبرو نرسه که است. از ما دفاع میکنه، میگه زنم است، دفاع میکنه در مقابل خانواده، در مقابل مردم، جامعه، از کل چیز از زن خود دفاع میکنه. زن خود دوست داره، تمام زحمتم به خاطر زن خود میکشه. تمام بدبختیارم که یک مرد متحمل میشه به خاطر چی میشه؟ میگه به خاطر زنم راحت باشه، به خاطر اولادم راحت باشه. درست است بعضی مردها هر کس هر رقم اخلاق داره، ولی یک مرد بد اخلاقم اینمی کار و هدف و زحماتش همیست که زنم راحت باشه، اولادم راحت باشه. اگر نباشه، مثلا مهم زن و اولاد نباشه، چی نیاز است که مرد بره و در ایران 2 سال 3 سال بخوابه کار بکنه؟ مرد از صبح که ساعت 6 بجه صبح بره تا 6 شام بیایه مستریگری بکنه، نجاریگری بکنه، یا بره یگان چیز فروشی دیگه بکنه. چرا؟ چی نیاز است؟ به خاطر اینمی زن است، به خاطر اینمی اولاد است. ما الحمدلله افتخار باید بکنیم که ما با عزت ترین زنان هستیم، با عزت ترین زنان دنیا هستیم، چرا که ما مسلمان هستیم. اگر الله ناخواسته مسلمان نمی بودیم، امروز ذلیل ترین انسان ها بودیم. و ای که مسلمان آفریده شدیم و در خانواده مسلمان آفریده شدیم، باید شکرگزار باشیم که الحمدلله. اگر ما را هر کسی که ملامت میکنه، ما میگیم که از ملامتگری هیچ ملامتگران ما نمیترسیم. بانین که ما را ملامت بکنه. اگر ما را کشتزار مردان میخوانه، درست است، ما افتخار میکنیم برشان، میگم اینجا که الحمدلله اگر ما کشتزار مردان هستیم، کشتزار یک مرد هستیم. نمانند جهان غرب که کشتزار صدها مرد باشیم، نمانند جهان غرب که کشتزار مرد بر یک ساعته باشیم، بر یک شبه باشیم، برای پول که در مقابل ما میته ما را یک چیز حقیر مثل برده میبره باشیم. الحمدلله از اینکه مسلمان هستیم و دیگه افتخار میکنیم. هر کسی که ما را ملامت میکنه بکنه، برای ما فرق نمیکنه، ارزش نداره، چون چیزی بی ارزش برای ما دیگه ارزش و اهمیتی نداره. شاید بعضیا فکر بکنن که با کامنت های منفی